شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 13. چراغ پایه نمی شد باد پایم و بی صبرانه و جوزی نخواهید. همه خندید و دندانش صدفسان سری وزین خود را می خمانید. رسیدن داشت یالش بر سری خاک، بودی چون گلخنی تابان دل افروز. خیال در سر آمد اسب را بین که چون انسان بخندد شاد و فیروز. ز حسی کنجکاوی پیش رفتم، ز نزدیکش ببینم تا که خنده. بدیدم خندن و گریه دارد، به مثل آدمی سر را فکنده. دو چشم او دراز امثال برگان، به دور آن به چشم اشکی سیه تا. اگر خندم عزیزم پیشتر آی، به دقت بین و وضعم را تو دریا. از دفترچه خاطرات. یک مرد کوهستانی از اولی سیوخ در پای شخ ابرهای سفید را دیده، غرمی پشمی سفید گمان کرده خود را بروی آن هوا داده است. ابرهای فخک به غرمی پشم یا پخته مانند باشند هم در حقیقت چنین نیستند. کتابی که محض به خاطر نمود انشا یافته است زیبا باشد هم به دل کس تأثیری نمی بخشد. فقط نمود را به نظر گرفتن ممکن نیست. یک ماهیداری عمرش را در بحر گذرانیده، روز به بیشه می افتد و لانه مرچگان را دیده تخم ماهی گمان می کند. یک کوهستانی در عمرش بحر ندیده، توده تخم ماهی را دیده لانه مرچگان می پندارد. باز از دفترچه خاطرات. هم تیر هم آردین سر یک سینه شتابند، هم خنده و هم عشق به یک روی بتابند. هم زهر و هم شهد شود آب دهانه، هم کفتر و هم باز طرفشان جهانه. هم آب هم آتش ده یک ابر ستیزان، هم خنجر و قاموز به یک میخ اویزان. باز از دفترچه خاطرات. دخترکی کوهستانی که نخستین بار شربت عشق را چشیده است، سحرگاهان از تیریزه نگاه کرده خطاب می نماید. واه، چه زیباست گل این درختان، درختانی گل کرده را در کجا دیدی؟ حیران می شود مادر پیرش. این برف است، حالا آخر تیر ماه زمستان در آمده است. خلاصه همان یک صبح در چشم دو زن دو خیل نموده است، هم بهاران و هم زمستان. در وجود یک خودی من این دو چیز، پیر و جوان، برفستان و گلستان، تیر ماه و بهاران جای دارد. بنابراین در کتابم گاه شعر و گاه نثر پیش آید، حیران نشوید. آیا تو در یک دست دو تربوز رو برداشتنی نمی شوی؟ نه، جواب می دهم من برداشتنی نیستم. نمودهای گوناگون را به هم آمیختنم چنین معنی ندارد که من میوه های گوناگون را پاره کرده و می آمیخته باشم. من این درختان را چون باغبانی ماهر پیوند کرده نوعی تازه برآوردنی هستم. نمیدانم عاقبت چی حاصل می شود، لیکن همه کار نیز همین طور است. هنگامی در گیرانیدن آتش کس عاقبت این کار را نمیداند، ولی این معنی ندارد که هر دفعه هنگامی آتش در گیرانی ترسیدن لازم است. اینک من گوگیر زده
به نوده خشک می دارم و با کف دستم آتش را از نفسی باد محافظت می نمایم. آتش جان می گیرد. من نمی ترسم که حالا آتش نیم جان سوس است و ولی یک بار علنگه گرفته در رندبار خروش می کند و آن را سرشته کردن ناممکن می گردد. من این چیزها را اندیشه نکرده آتش در می گیرم. در شمشیر شامل چنین سخنان خودی او ثبت شدند. مرد شجاع آن نیست که هنگامی به کارزار در آمدن عاقبتی آن را اندیشه بکند. میگویم زهر مار اگر در دست آدمی دانا باشد دواست. اصلا اگر به دست آدمی ابله افتد زهر است. میگویم حکایت کردن نتوانی سرود خوان، سرود خواندن نتوانی حکایت بکن. سبک حافظان را میشناسند از نوا، زرگران را از نگار و نقش ها. تو چی به من داد میزنی؟ من داد نزدم، طرز گپ زدنم همین، از گفتگوی زن و شوهر. شعرهایت شعرمانند نیستند، طرز شعرنویسی هم همین، از گفتگوی خواننده و شاعر. به آنجا که کلانسالون با گودکن اول جمع آمده بین خود صحبت میکردن، ما بچه ها رو نمی ماندن. بعضن بالای خرسنگ نشسته از دور گفتگوی آنها را تماشا میکردیم. بار دیدیم که مهمانی از اولی اندی در گودکن 1 ساعتی دراز گپ زد و تمام جماعت سخنش را نبریده گوش کردند. ما بین خود میگفتیم اندیگی احتمال خبرهای عجیبی آورده است که او را 1 ساعت باز با دقت گوش میکنند. خانه آمده از پدرم پرسیدم مهمانی اندیگی به شما چی گپای نو میگفت؟ گپای امروز گفته او را صدگی ها 20 بار شنیده اند، اما وی چنان نقل میکند که گوش نکنم گویی هم گوش کردنت میآید. قند زنت اندیگی، خدا عمرش را دراز کند. باز در باب اصول، هر یک صید حیله و نیرنگ و طریق خاصی از صیاد نجاتیابی را دارد. هر یک صیاد نیز دام و فریب و طرز و اصول خاص دنبالگیری و دستگیری صید را دارد. عیناً مثل همین هر یک نویسنده اسلوب و سبک خود، طرز و طریق اثرنویسی خود را دارست. وقتی شاعری جوان بودنم به انستیتوت ادبیات خواندنی رفته در وضعیتی نوی افتادم که به آن آموخته نشده بودم. مرا هم از سبق می دادن. خودی مسکو سمینرها شاعران معروف، در سمینرها پروفسوران، شریک درسایم و دوستانی همخوانم از 4 طرف به سرم سبق می بارید. بنابراین چند وقت گرنگ شده سری کلابم را گم کردم و با یک اسلوب نوی غلطی که تا آن وقت در ادبیات آور وجود نداشت شعرنویسی را شروع کردم. پنهان کردن چی در کار؟ همان وقتا بس آرزو داشتم که شعرهایم بر روسی ترجمه شوند. زور می زدم که شعرهایم به خواننده روس دسترس شوند، زیرا چنین می پنداشتم که اسلوب نوی من به خواننده روس فهما و نزدیک است. با آهنگ زبان مادری آوریم به آهنگ شعر تماما اعتبار نمیدادگی شدم. ساخت شعر و مضمون اوریان به جای اول می برآمدگی شد. گمان داشتم که اسلوب لازمه شعرنویسی را یاد میگیرم، ولی در حقیقت چنان که حالا فهمیدم من نیرنگ میکردم. خوشبختانه سری وقت فهمیدم که نظم و نیرنگ بازی به هم نمیسازند، ولی چی بودنی مرا از خودم پیشتر پدر خیرت پیشم درک نمود. او شعرهای نوی مرا خوانده زود پی برد که من به خاطر دون به خودی گوسفند را قربان کردنی زمین اوریان سنگلاخی را که در آن 1000 آبمانی هم هیچگاه چیزی نمی روید شدگار و کشت کردنی، آسمان ندارم و باران پیدا کردنی. پدرم همین این را در حال فهمید، اما آدمی به ملاحظه و پختکار بود. بار وقتی گپ زنان به من لقمه داد. رسول، من از تو خواتر، خطت دیگر شدن دارد. داده، من اکنون کلان شدم، به حسن خط در مکتب اهمیت می دهم.
از آدم کلانسال نه فقط چی طرز نوشتن بلکه چی نوشتن را هم طلب میکنند. این گپ تو به ملیسه و کاتب شورای قشلاق احتمال موافق آید، اما برای شاعر طرز نوشت اسلوب نصف کار است. شعر هر کدام فکری بکری را افاده کند باید حتما زیبا باشد. عموما زیبا نه بلکه مخصوصا زیبا باشد. پیدا نمودن اسلوبی سبک خاص خود را درک کردن خود این است شاعری. تو میشتابی اما دانسته باش که دریاچه تیزاب و پرشتاب هیچ وقت دویده تا بحر نمیرسد. آن رو دریای دیگری بس هموار و آرام به خود کشیده فرو میبرد. پرنده‌ای که لانه‌اش را به آرام دیگر میکند و به یک جا قرار ندارد عاقبت به لانه میماند. آیا از لانه های بیگانگان را خوش کرده گشتن به خود لانه ساختن آسان تر نیست؟ حاضر که سینم از 40 گذشته است 40 کتاب خود را ورق زده میبینم که به گندمزارم از زمین های بیگانه گیاه ها افتادند و من تخم آن را نکاشتم. بگذار این گیاه ها بیگانه نیستند، بگذار آنها جو جودار باشند، ولی در گندمزار من بیگانند. در رمه خود گوسفندانی بیگانه را میبینم. این گوسفندان هیچ وقت به کوهساران و هوای آن آموخته شده نمیتوانند. من بعضا در وجود خود خصلت‌های دیگران را میبینم، ولی در این کتاب میخواهم هرچی هستم همان باشم. خوب هستم یا بد، بود و شدم را قبول فرمایید. مرد کوهستان اگر به توی رود از آدمان پیشتر جمع آمده میپرسد خودی شما کفایه یا من هم درایم؟ توی خوران به مهمانی نوآمده جواب میدهند درا اگر تو در حقیقت تو باشی. اینه کتاب من و با این اثبات نمودنی هم که منم، که منم. میخواهم نویسنده باشم، نه اینکه اجرا کننده این نقش نویسنده. بینید هنرپیشه در صحنه چقدر کنیک می نوشد. انم مست شد، زبانش گرفته سرش بروی سینه‌اش افتاد، اما درون آن شیشه کنیک نه چای است. آدم با چای مست نمی شود. با این گپا حتی شخصانی که در عمرشون مزه کنیک رو نچشیدن راضی خواهند شد. اگر در درام نقش شاعر باشد کاری از همه دشوار درامانویس به جای شعر نوشتن است. بنابراین در سپکتاکل شاعری اشتراک کند هم اکثرا شعری خود را نمیخواند. شاعری به شعر چی شاعر است؟ او از هیکلی که در نمایشگاهی مغازه می‌ایستد چی فرق دارد؟ من به شاعر حتی به عمر خیام، پوشکین، بایران نباید شباهت داشته باشم. بعضا دزدان برزگاو را زده میبرند و یا شاخش را میشکنند یا دمش را میبرند. یک خیل دوستا اتومبیل را میبرند و به آن رنگ دیگر میدهند، اما هزار فریب و نیرنگ به کار برند دزدی است و بس. اگر خوانندگان رسول همچون رسول کتاب نوشته است میگفتند برایم خرسندی از این زیاد نمی بود. من مرغان خوشلهان را از پرنده های چرخ کننده بیشتر میپسندم. پرنده را بیشتر هنگام پروازش دوست میدارم، نه اینکه وقتی خاک توده را تیت کردنش. کشتی شناور را از کشتی که در بندر تنگ ایستاده است بیشتر میپسندم. زورق‌های سبکبار را بینید چه خیل به هر یک موج جست و خیز میکنند. کشتی‌های کلان وزین را بینید حتی وقتی طوفان چه خیل استوارانه شنا میکنند. آدمان ابله یک قطره شراب ننوشیده مستها بر این مغل و جنجال میبردارند. آدمان عاقل پیمانه را پر کردن نوشن هم آرام و آسایشته و هوشیارانه صحبت میکنند. کتاب رسول در بین مردم چنان باش که سزاوار رسول گویندند. اگر به خانه کوهستانی مهمانی ناشناسی آید تا 3 روز نگذرد کی و از کجایی بودن او را نمیپرسند. شما نیز کتاب مرا چیست از کجا و از آن کیست نگفته قبول فرمایید. بگذار خودی کتاب چی بودن خود را عرض نماید. من از بودم نه بدتر شدن میخواهم نه بهتر. در 20 سالگیت قوتی بازو نداری، نخواهی داشت و امید هم نکن. در 30 سالگیت خیرت نداری، نخواهی داشت و امید هم نکن. در 40 سالگیت پول نداری،
نخواهی داشت و امید هم نکن. چنین است ضرب المثل روسی. در کوهستان ما این طور میگویند آدم که در 40 سالگیش عقاب نشد دیگر پرواز کردن نمیتواند. بگذار عرابه هم برای خود رود. وقتی باران از کوهی که بر بالای دهه ماست جویچه های بیشماری جاری می شوند، در پایان همه آنها یک شده از آب باران کولی موقتی را تشکیل می دهند، ولی آب آن کل فقط از یک جوی می براید. از کوههای اطراف به اول ما پیراهه های بسیاری می فرایند. همه آنها مانند جویچه ها و اول ما آمده می ریزند. ولی اگر از اول به مرکز ناحیه و شهر و جهان وسیع رفتن لازم شود، فقط یک راه وسیع مقرری است. نمیدانم خود را به چی تشبیه دهم، براه یا دریا، اما یقین دارم که فکر و ملاحظه، سخن و حسیات بسیار هم دیارانم چون دریاچه ها یا پیراهه های مارپیچ کوهی در وجود من آمده جا گرفته‌اند. پیراهی خودم راه خودم مرا از اول گرفته به عالم نظم برده است. من به گوشه و کنارهای مختلف روی زمین و مملکت‌های گوناگون ترین سفر و با آدمان گوناگون ملاقات کردم. در مجلس‌های قبولی با تنتنه و عالی مقام‌های پرزیدنتان و شاهان، سروزیران و وزیران عادی، سفیران اشتراک نمودم. در این گونه مجلس‌ها پای افزال و سر تاسی آدمان چی جلو می‌دهند. تفقی گردن‌ها چی طرز بسته شده‌اند، آشخورک‌ها چی سفید آهری، تعظیم و تبسم‌ها چی با ادبانه، کلمات و حرکات چی با ملاحظه و احتیاط کارانه. در چنین مجلس‌ها ارتیستان به سروزیران مانند و سروزیران به ارتیستان. من در این گونه مجلس‌ها هیچ وقت آنچه هستم همان بوده نمی‌توانم. من حرکتی می‌کنم که خود آن را نمی‌خواهم، سخن‌هایی می‌گویم که خود آنها را گفتن نمی‌خواهم. از بین شکوه چنین مجلس‌ها ناگاه به چشمم منزل عزیزم صده و در اطراف آن خویشاوندانم می‌نمایند، یا خود را با دوستان خوش چقچقم در حجره یگان مهمان خانه می‌بینم. آنگاه به جای طعام‌های خارجی دلم خنکلی سردار می‌جوید. بای بای، چه کیفیتی دارد آستین برزده در لبی آتشدان با دوستان خنکلی سرد را خورده نشستن، چنان خنکل که روغنش آرین شار باشد. بعضی کتاب‌ها را خوانده گمان می‌کنم که قهرمان‌های آنها در مجلس قبول سفارتخانه‌اند. حرکت، رفتار و گفتاری آزادانه ندارند. کتابم چون مهمان مجلس قبول در سفارتخانه نباش. بگذار تو را سخن‌هایی باشند که به خصلت حقیقی تو خاصند، نه سخن‌هایی که از روی آداب گفتن لازم است. من آنهایی را دیدم که در خانه خود در حلقه عائله زن و فرزند یا دوستان خود مثل دیگرانند، ولی به کرسی خدمت نشستن همان سرد و معامله و سنگدل و بعد قهر می شوند. گویا آنها تماما شخص دیگر باشند. با نفس شدن مرتبه و کرسی خدمت، فعل و خو، رفتار و کردار و سیمای آنها تغییر می یابد. وفادار باش کتابم، چون که من دیگر نمی شوم، تو هم خصلت را دیگر نکن. دوستان و دودی آتشدان را دوست دار، نه اینکه مجلس های با دبدبه قبول را، کشتزار را دوست دار، نه اینکه کنسرت ها را به صداهای زمین گوش ده، نه اینکه به مغلی مجلس ها. آخر بعضن در مجلس یک گپ را میگویند و از مجلس برآمده گپ دیگر را. از دفترچه خاطرات. کلاه کلان سلیمان ستالسکی، پوستینی وزنین خوشبوی بررگین و چارق سبک او را کدام داغستانی نمیدانست. به فکرم مردم غیر داغستانی هم سلیمان را بی چارق و بی پاپاخ تصور نمی کردند. به سلیمان ستالسکی آردن می دهند و مکسیم گورکی او را گومری عصر 20 می نامد. سلیمان را با مسکو دعوت می کنند و او در آنجا با یک وزیر داغستانی وامی خورد. های های دوستی عزیزم سلیمان، میگویند وزیر به شاعر
در مسکو دهاتی بر این شده گشتن خوب نیست. این سر و لباس را دیگر کردنت لازم. با سپارش حکومت داغستان به سلیمان کاستیوم باستان میدوزانند. برایش توفلی نو، تلپک گوشکدار، پالتوی زمستانه گریبانش قراقلی میآورند. سلیمان این چیزها را یک یک با دقت از نظر میگذراند. پالتو را گشاده راست داشته میبیند یک بوی توفلی را به پای دیگرش زده میسنجد و بعد همه‌اش را با علاج پیچانیده در جامدان جام میکند. تشکر، چیزهای خوب، نو. به پسرم مسلم بسیار مناسب، لیکن من همون سلیمان ماندنی هستم. نامم را نه با کاستیوم عوض میکنم نه با توفلی. چارخم از من میرنجد. چون این اخلاصی حتی به جهت ظاهری داشته سلیمان را پدرم خیلی میپسندید. از دفترچه خاطرات. پسران سلیمان بارها کوشش نمودند که به پدر خود سواد آموزند. سلیمان هر بار با سعی کامل به کار شروع می نمود، اما بعد چند کاغذ و قلم را یک سو گذاشته می گفت: نه، نمی شود فرزندانم. قلم را به دست گرفتم، شعر از من می گریزد، چون که من شعر را نه، چخیل داشتن این قلمی سبیل را اندیشه می کنم. از دفترچه خاطرات. افندی کپیف دوست سلیمان ستالسکی بود. شعرهای او را به روسی ترجمه می کرد. این دوستی آنها باعث بخیلی آدمان ناچیز و بیهوده می شد. آنها در پیش نظری شاعری مشهور آبروی کپیف را ریختنی و حتی به تهمت نام او را سیاه کردنی می شدند. آنها به سلیمان می گفتند: تو به روسی خوانده نمی توانی، لیکن ما می دانیم که افندی کپیف در وقتی ترجمه شعرهای تو را ویران می کند. خواهد علاوه می کند، خواهد گرفته می پرداید، بسیار مصرع‌ها را خودسرانه دیگر می کند. روز هنگام صحبتی آرامانه سلیمان از این خصوص گپ گشاد. آشنا، گفت او، شنیدم که تو فرزندانی مرا می زده ای. افندی تگیب را زود پی برد. شعرهای تو فرزندی تو نه سلیمان، آنها خودی تو، سلیمان ستالسکی. این طور باشد من موی سفیدم و نظر به فرزندهایم احترام زیادتری را سزاوارم. به تو کدامش مهمتر، سلیمان، شماره مصرع‌ها یا اسلوب و روح شعر؟ مثلا در پیش ما شراب اگر بویش پرد خودش کم نگردد هم به شرابی که من تو نوشیده حلاوت میبریم مانند نمی شود. گپ در مقدار شراب نه، در بوی و طعم و زوری آن است. گپت حق، اینش از همه مهم. در حقیقت اشعار سلیمان ستالسکی را به خواننده روز کپیف دسترس گردانیده است. از دفترچه خاطرات. به ترجمه شعرهای پدرت هیچ کلید یافته نمی توانم. شکایت کرد باری به من افندی. او شعرهای غمزد سدسه را نیز به روسی ترجمه می کرد. اشعار پدرت خاص قفل دارد. گماند که او تعریف می کند، اما در عمل کنایه و حتی تمسخر می کند. گماند که جنگ می کند، اما در حقیقت وی تعریف است. من همین این را می فهمم، اما هنوز به روسی افاده کردن نمی توانم. من اسلوب‌های شاعرانه و مضمون شعرهای او را افاده کرده می توانم، اما به من خودی غمزتی زنده لازم است. غمزتی که می شناسمش. همین آنهایی که شعرهای او را به روسی می خوانند باید محض چنین بودن او را بدانند. وی به همین آدمان دیگر مانند بر این، لیکن از همه فرقش میکنی. اشعار شاعر نیز باید چنین باشد. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که
شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 13.